مداگیلا بله. اول دشلمه نداری؟ نه دیشه به شما نگفتم همین که با شهر بین خود خوب بستونیم نستوندیم دیگه. با بیلو کشتای و بره دشلمه اونایی چای طلاق نمیشته بخورم. خدا که ما چه کار کنم نگفتم دیشه به شما. چای طلاق کلام نه از قدیم تعلیم بکنم دیگه. بله سلام علیکم تیارم خوبه نه که گرد میزنم خب چه کار کنم بی خراب باشه وقتا که خراب پا بغضه که خودم مسلمان گرد زنم بله شما هیدگل کدی هیدگل اشتنه جلالاتیار خوب جانجوره خیلی شکر زنده باشین چی عجب که یاد ما غریبار کردین خدمت از مانه ما با خونه یون با باغچه شما بیایون خیریت باشه خوبه خوبه ولی انا میام خداحافظ تو چی که در بیتا کارا که کی بود همدن که گپ میزن تو خراب چی گپه خب پرسان کدام بلا کن افتادم مال بخصم روزگار ما هم خلفی گیلک زنگ زد که بیا به طبخچه بیا کسی کن چی موه نمار بلام چای خورده میخده خراب که گوشم پمپ بزده شده دست شما اما گیلک سرکار نرفته بوده برفته سرکاره گله دست من بستان بکن میان کاکلای خود پنو کن وی بر جا کی رفتی مرم ندیدی بمونجی با خود گل گفتگو کو جان محبوبی حالا دختر بلای آسمانی گئے با ما گئے با دیگرانی به آمد کی به آمد آمد بله سلام علیکم و علیکم خوبی گلک سلامتی چکاره بیا حالا فرمای شانه گیلا خوبه خیلی باغوان ما نبشناختین بفهمیدم آه برین هنه میجی میشینی بیا بفرمای بفرمای لالا بفرمای بیا لالا بفرمای بشینی که وای بابا بری بتونه خب چی گپای شکر یا خوشحالی دیگه بشناختیم ما او روز بیامدین شما خودی از اینا همون ما بشناختی بله دیگه لالا باغمون منم لالا تقریبا 10-12 سال خودمونه بفهمیدین دیگه ما گفتم ما باغ به خیر خوشی فیصله شو بدادیم برای شما بله دیگه نمی آدم زحمت کشه بسیار آدم صادق و صداقت کاره فهمیدین گفتم اگه دیگه چیزی نداریم همین آدم همینجی کار کنه برای خودگه بیترین گپ شما زدیم لالا خوب گپ میزنیم از ما هم که هسته هم از ما قصوربری ما بیکاره بله بفهمیدیم هم بچه کاکا ما بیکاره خب ما به جنوم قول کردم که اگر امی باغ به خیر خوشی خریدم انا هر کدوم شما که خواستیم شما رو میارم همین جیمی گلای برای جمع جوری بود چرا ما به جنوم قولم بکردم
یعنی پس رقمی که معلوم میشه شما بس یادم به کار نداره. دیگه لازم نداریم دیگه، از ما خواستم دیگه بچه‌ها گفتم که ما خب خیر باشه، مقصد ما مقدار به شما گفتیم یادم صاحب صادق دیگه وقت خود شما نفر داریم دیگه مشکل نیه. یک کار کن تو گیلک جان، تو بگیر اگه شماره پیار خور بالا می گوشی بگیره که ما زنگ زنم خود پیار تو گپ زنم. بله سلام کوکو شاگل، خوبیم سلامتم جان. شما باقی خرید ماما. بله سعادتمندی. مرنمایی. دیگه کجای ماما جان؟ از ما همین بچه خاله من بیکاره، قصوربری من بیکاره. به خونه ما. همین یک چکر تا با باغچه بیاین. خیر خیریته. بیاین تا با باغچه بیاین که خاطر همیته که من که کار دارم شما. بام جا گیلک بله. سه بخیر باش. خدا. واقعا اگر اونا نمی بودم یه آدم خیلی یک آدم با صداقت، یک آدم هست که کارکنه، آدم کارکن که واقعا شما باشه که سینی همینجا بیکار نمیشین آدم. من شیر باز اگه یک وقتی او خوره. خب برو. یک وقتی اگه باز ضرورت داشتیم باز به شما به جریان میگذاریم برای شما حواله میدیم. سه دیگه مقصد اگه لازم شما بوده اگه مقصد همی آدم فکسیه خدایی. خوبه دیگه. دیگه سه کنه که نام خدا میته چی زحمت کشیدم به زی باغچه. هیچ کمی نداری باغچه. هیچ کمی نه، خداوند به شما گنج گردونه. خدا با ما از پولا برکت بده و شما از این مکان و موقعیت به شما برکت بده. خدایی من خود که به خارج هم بودم که بیام آدم گفتم من جای فقط برای تفریح خود خوب. به خاطر این فامیل که بار میانم مثلا میام داخل همین تفریح میکنم، شب میمونم، روز میمونم، همین جای برابر باشه. فهمیدی؟ خب بخاطر اینکه بین خودشون می تک دایره بزنین چهار طرف یک منظره بکنه واسه. خوبه بریم. میگه تو وقت کمی تیار گیلک. خوب گام بریم. یعنی لالا خدایی بیافتیم. به نسبت باور کنین که سر پولی نفتاده که امی تا دروازه کی نه دروازه رو واکو. همو در واکو لالا جیگر بیزم. خدایی من خیلی گشتم، میت جایی که به گیر ما میامد نماد. دگاله که به گیر ما اومد بدیدیم که من هر چی گفتیم نگفتم. خدایی من متوجه هستم. آره مثل که بیام السلام علیکم. کوکو شاگل خوبه، صحت شما خوبه، خیریت و خیر جان شما جان بخیر سلامت. خوبه. شکر یار خوبه. شکر کوکو شاگل. خوب هستم شما جان شما جان بخیر سلامت. چی عجب که یادمون غریبار کردین. به خدا کوکو شاگل چی بگم دیگه همیت واقعا همیت اومدیم با باغچه و همی باغچه رو بفروختم کوکو شاگل. بفروختین؟ بله باغچه رو بفروختم دیگه باز پیشتر برای لالا گفتم اگر نیاز دارین کمی لالا گیلک باغون مونه همینجا 10-12 سال همینجا خود ما کار میکنه. خدایی به چه صداقت کاریه فهمیدیم؟ به چه صادق زحمت کش همیشه نشه خود میفهمی امروز خود همین 24 ساعت کار میکنه. دیگه لالا گفتم مشکلی نیه و دیگه مقصد من خود گفتم خسروبری خیلی بیکارانه یک همین باغونی اینا خیلی علاقمندی داره. یعنی میان همینجا میشینه و خونه هم بشینه دیگه همینجا. دیگه گفتم باش که برای شما بگم که کوکو شاگل دیگه گیلک جان به خیر حساب کتاب میکنم دیگه به خیر خوشی بره دیگه باز صبح یک وقت باز عوض ما ضرورت داشتیم باز شما خبر میدین دیگه فعلا که دیگه نه باخته بفروختم دیگه خود من خبر دارین شما که سفر دارم بخیر. حالا دیگه شما که بفروختن دیگه ما چی میتونیم به جواب چی بگیم؟ بابا جو باغچه رو بفروختم اینا میگم ما شما رو نمایم. خب دیگه اختیار ملک خدا رو تیار خوب بگردم. چیکار کنم؟ از من خونه خیلی خسوربری من میای خود بچه‌ها خو فامیل خو اینجا میشینه. گفت من جمع میکنم این گل گلکاری ها شما رو هم میکنم چهار طرف هم جمع میکنم. دیگه خدا به شما گنج بده. زنده باشین. خب همین چند ماه مایسا از تو قصد دارم. شما چند برد قصد دارم؟ اینا دیگه 6,000 می برجه. یک برد قصد دارم. 6,000. خب 6,000 روپیه دم نمازدگر ری کنه که ما بودم بدسته بودم. خب بله 2,000 روپیه هم بخشیشی که باشه 8,000 روپیه که دیگه انگاه کنیم یا همون شاگردونگی باغ حلالا بستانم گفتم که شاگردونگی که لک کنم 2,000 افغانی به تو بخشیشی بستانم از اینا که باشه 8,000 روپیه. خوبه خیر بینه خونه شما باید بشم این ساعت که
یعنی ناراض کن نبودیم. نه خدایی واقعا من پیشتر بالا می گپ گفتم، یعنی واقعا دیگه ما از یادم تا دم خونه خدا رضیام می گپ با شما. خیر بین خونه شو با تشکر. خب میریم به تا باغچه چای میخوریم خودمون. نه جور تیار باشه دیگه ما میرم به خونه با نمازگری ری میکنم. فعلا که همینجی باشه که تا صبح اینا میام باغچه را دست تحویل میگیرم خصوصی خو میارم. مام دیگه میریم. میشه که میشه دیگه نه؟ بس دیگه کنی. ما دیگه ما رفتن دیگه. خدا شما خدا. خدا شما. خدا شما. خب گیلک جان ما میریم. شما هستیم؟ نه دیگه میریم ما میریم به شهر میریم دیگه به خیر خوشی صبح نمازدگر صبح صبح اینا خصوصی خودم میارم پولم نمازدگر بیا اگه دم خونه برده ببرک بری خوب بفهمیدی دیگه بالاخره از من دیگه دلازار نباشه گیلک جان بخشش باشه اگه وقتی بالاخره اعصاب من خراب بوده و سر تو تشویش نکنه تشویش نکن برادر باز انشالله به خیر خوشی چه لالای تزیدی بگیره یار چی میگم یار زنده و صحبت بقی همه گلار من تیار کردم اینا رو من تیار کردم واقعا اینا همه زحمت کشه دست از اینه همه زحمت کشیدم گیلک جان من برای کاکا خود زمین تسلیمینی بخریدم گل کاری کردن نیه اگر تو به سر همون زمین ببرو میری کار میکنی انا من خود کاکا خود گپ میزنم که تام بیکار نباشی انا میتونم اگر گل کاری کنی دیگه این هم کار دیگه تشویشی به کار نداره جانم بفهمیدی هم هستم اگر اینا رو بالاخره جمع کردم ایش کردم زمستون بر فاینال بیرفتم گلار همه رو ایش کردم این تا کلون شده اینا خود اینا کلون نشده گلار من کلون کردم این چمنا رو همه من کلون کردم راست میگی هر گل برو حالا دل من میسوزه خون چک چک میکنه بعد این بیروشو دل خون من چک چک میکنه راست میگی خدایی همیت باور کنیم که همین تمام همین عبادی هایی که به داخل همین باغچه نمیبینید شما همین کارا زراعتی از این گل و گلکاری و چمنا و اینا همه فقط کار دست از یاد سگا خودم وا کنم ببرم ببر دیگه اونا رو ببر دیگه به خونه ببره خب به من کار نداری نه تشویش نکنید دیگه یار جان از ما یارونی و هر جا باشی بریم خدا حافظ خدا حافظ خدا جیجه کاکا ما و شما از اینجی بیرو کردم میره دیگه مار نمایم بیا کوچی بیا کوچی تو هم بیریشو بیا یک امروزی هم وقت داره میریم خود شما از اینجی بیره میشیم باغ بفرشیدم